البته این مهاجمینی که گفتم هر کدوم یه غرضی دارن، اهدافشون با هم متفاوت است. بعضی ها از شمال سوریه یا جنوب سوریه دنبال تصرف سرزمینند، بعضی ها آمریکا به دنبال این است که جاپای خودش رو در منطقه محکم کنه، اهدافشون اینهاست و زمان نشان خواهد داد که انشاءالله هیچ کدام به این هدفها نخواهند رسید. مناطق تصرف شده سوریه به وسیله جوانان غیور سوری آزاد خواهد شد. شک نکنید این اتفاق خواهد افتاد. جاپای آمریکا هم قرص نخواهد شد. به توفیق الهی، با حول و قوه الهی، آمریکا هم به وسیله جبهه مقاومت از منطقه اخراج خواهد شد.